دنیا پر از جوانی است. زیر همین عنوان شام 23 می سال 2025 با تشبوس دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان جهت استقبال سزاوار روز جوانان تاجیکستان در مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد رودکی چرابینی با شکوه ایدانه دایر گردید. ضمن برگزاری این چرابینی رکتور دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان ستارزاده باباجان، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زلفقار گل احمدزاده، هیئت آموزگاران، کارمندان و دانشجویان دانشگاه، اینچنین ساکنان و سیاحان شهر دوشنبه و سه اشتراک نمودند. نخست رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زلفقار گل احمدزاده حاضرین را به مناسبت روز جوانان تاجیکستان تبریک و تهنیت نمود. زلفقار گل احمدزاده ابراز نمود که تطبیق با ثمر سیاست دولتی کار با جوانان بخش بنیاد سیاست اجتماعی حکومت مملکت را در بر میگیرد که زیر رهبری خردمندانه و دورندشانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی گردیده شده است. او اظهار باوری نمود که جوانان کشور ماهیت این سیاست را به درستی درک نموده در روند تطبیق هدفهای سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان زیر رهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان فعالانه سهم مؤثر و ثمرناک خود را خواهند گذاشت. سپس از جانب انسامبل جوانی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان نمایش زیبای فرهنگی منظور تماشابینان کرده شد. بزم فرهنگی دستگل شعر و ترانه، سرود و موسیقی ها، بدیهه خوانی و رقص ها و صحنه های هجوی جذابی را میماند که تجسم کننده شادی های روزگار جوانی بودند. ساکنان و سیاحان و مهمانانی که از این دستگل فرهنگی فراغتی دیدن نمودند تأثیرات نیک به خود گرفتند. چرابینی فرهنگی و فراغتی و معرفتی که از جانب ریاست دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در باغ استاد رودکی گذرانده شد در اساس نقشه چرابینی های تصدیق شده کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مناسبت روز جوانان تاجیکستان منظور تماشابینان و جوانان سعادتمند کشور پیشنهاد گردید. همساله چنین چرابینی ها هم از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و هم از جانب دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در باغ‌های فراغتی کشور گذرانده می شود.